امکاناتی که برای خانم‌ها امروز برای ایجاد شغل یا بر سر کار رفتن یا مشغول شدن به یک شغل دولتی فراهم است به مراتب از خیلی از آقایون بیشتره. چون که الان شما مراجعه بکنید به هر اداره‌ای تعداد خانم‌ها خیلی بیشتره. تعداد کسانی که پشت میز نشستن و پاسخگوی ارباب رجوع هستن تعداد بیشتری خانم‌ها هستن تا آقایون. از اون سمت مشاغل سخت مثل رفتگری، مثل بالا رفتن از دکل، مثل وارد شدن به چاه، اینها همه دست آقایون هست. در صورتی که توی اروپا یا آمریکا خیلی از مشاغل سخت در دست خانم‌ها هست، مثل گارسون، مثل رفتگر. ولی توی ایران ما همچین چیزی رو نمی‌بینیم و خانم‌ها اینکه مشغول به کاری نمیشن رو دلیلش رو محدودیت میدونن، در صورتی که به عنوان مثال اسنپ خیلی درخواست کرده برای اینکه راننده زن رو مشغول به کار بکنه یا استخدام بکنه، ولی خب از استقبال خیلی کمتری برخوردار شده این قضیه و نشون میده که متاسفانه خانم‌های ایران به دنبال راحت طلبی هستن و خودشون رو خیلی سطح بالاتر از زنان کشورهای دیگه میدونن. ولی خب اگر واقعا همچین چیزی بود، امروز در اروپا یا حتی در سوئد فمینیستی که خیلی اعتقاد دارن بهشت زنان هست، اونجا ما رفتگر زن نمیدیم. توی آلمان شما اگر مراجعه بکنید خیلی از مشاغل ساختمانی یا پاکبانی در دست خانم ها هست. ما در کشور حتی یک مورد پاکبانی خانم نمیبینیم. از اون سمت مسئله حجاب اجباری رو مطرح کردن که حجاب اجباری ظلم به زنان هست، در صورتی که خب بحث حجاب یک پیشینه تاریخی داره و روی شما سنگنگاره های تخت جمشید رو هم که نگاه بکنید، خانم ها از دیرباز حجاب داشتن و حجاب بحثی نیست که این رو قضیه ظلم به خانم ها تلقی بکنن. دقیقاً این حجاب اجباری از سوی خیلی از خانم ها در ابتدای انقلاب اسلامی تایید شده بود و درخواست شده بود و امروزه بحث حجاب اجباری رو یک ظلم میدونن که عملاً این قانونی که مطرح هست توی کشور رعایت نمیشه. از اون سمت ما اجبارهایی برای آقایون داریم مثل خدمت سربازی اجباری که آقا پسری که به دنیا میاد به عنوان مثال مجرم هست، با دیفالت ممنوع خروج هست، امکانات رفاهی نداره، بهش وام نمیدن، بهش جواز کسب نمیدن تا زمانی که این خدمت سربازی رو طی بکنه. ولی خب خانم ها از هیچ امکاناتی برای حجاب اجباری محروم نمیشن و اگر حتی این حجاب رو هم رعایت نکنن قرار نیست اتفاق خاصی براشون بیفته. این اتفاقی که امروز داره میفته و این اجباری که برای هر دو جنسیت هست و خواهش می‌کنم ازتون که به هیچ عنوان با هم دیگه مقایسه نکنید. از اون سمت برای ازدواج هم آقا پسری که به امکانات رفاهی مطلوب یا استاندارد نرسه شرایط ازدواج نداره و این قضیه بزرگترین ظلم به مردان هست که برای همه دوستان یه جورایی تقریبا میشه گفت که عادی شده و کسی تعجب نمی‌کنه از اینکه پسر خونه نداشته باشه و وارد ازدواج بشه. همه ازش این امکانات رو میخوان و این قضیه خیلی دردآور و دردناکه.